یه روز عادی بود که تازه از ماین کردن برگشته بودم. هیچی ماین نکرده بودم. اعصابم خورد بود. دیدم که شهر شلوغ و مردم زدن بیرون. از هر کی میپرسیدم چه خبره جواب منو نمیداد. از کشاورز، آدم معمولی، هر کی میپرسیدم، بچه کوچیک، هیچ کس جواب منو نمیداد. هیچ کس. از هر کی میپرسیدم راشو مینداخت یه جای دیگه و میرفت. تا اینکه یه خونه عجیب دیدم. خونه قبلا نبود. رفتم ببینم داخلش چیه. چیز عجیبی بود پیشم. خیلی برام سوال بود داخلش چیه. رفتم نگاه کنم یهو دیدم چند تا زامبی خیلی خطرناک توش بودن. خیلی ترسیدم. فرار کردم. باز از هر کی میپرسیدم چه خبره جواب منو نمیداد. تا اینکه یه مرد جواب منو داد. گفت یک کشتی ارواح، یه اهریمن بزرگ اومد و این خونه رو ساخت. خیلی خطرناک بود. دیشب همه ما خواب بودیم و هیچی نمیدونیم که اون کی بوده. تو برو بزن. منم رفتم از یکی دیگه پرسیدم باید چه کار کنیم اینا برن. همه میدونستن به جز من. اون گفت باید یه شب یا همین امشب بری اسلحه و ورداری، ماین کنی همه چیز رو و با آمادگی کامل بری. منم موندم شب شد و رفتم داخل مغازه همون کشاورزی که به من گفت اشکال نداره برو وسیله‌امو بردار. یه غول سنگی دیدم. گفتم بله. گفت اشکال نداره ماین کن. کشاورز اومد گفت همین امشب خوبه، همین الان برو. من رفتم ماین کردم. کلاه داشت، لباس داشت، شلوار داشت و شمشیر. فقط گفت 64 تا مشعل به من بده. منم بهش دادم. پوشیدم و رفتم برای حمله. خیلی آماده شده بودم. خیلی میترسیدم. خیلی ترس داشتم. چون باید میرفتم به همون خونه حمله میکردم و زامبیاش رو میخوردم، میکشتم. رفتم داخل. آماده نبرد بودم تا باشون بجنگم. در رو باز کردم و همشون رو زدم. خیلی ترسیده بودم. خیلی ترس وجود منو فرا گرفته بود. با شمشیر همشون رو زدم. یکی رفت بیرون برای مردم. منم اونو به سختی کشتم. خیلی شب سختی بود. بالاخره تونستم شکستشون بدم. خیلی خوشحال بودم. اما یه چیزی دیدم. خیلی کشتی بودن. رفتم بالای برج روستا تا ببینم چی توشه. رفتم و تلسکوپش رو ورداشتم. کشتی هم داشت. گفتم چه بهتر وردارم ببینم، با کشتی هم برم ببینم چی میشه. با تلسکوپ نگاه کردم. دیدم یک گله کشتی ارواح اونجا بودند. خیلی ترسیده بودم. فرار کردم. این قسمت ادامه دارد.